پیشروی مخالفان بشار اسد در سوریه، فروپاشی محور مقاومت در خاورمیانه و تلاش اسرائیل برای تغییر راهبرد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی. آیا ترامپ سراغ براندازی حکومت ایران خواهد رفت؟ امروز چهارشنبه 14 آذر 1403 4 دسامبر 2024. خانم و آقایان، خوش آمدید به چشم‌انداز. خانم آقایان، برخلاف تبلیغات سنگین رسانه‌های حکومتی ایران، پیشروی مخالفان بشار اسد، چه مخالفان تروریست چه مخالفان غیر تروریست، در سوریه همچنان ادامه داره. ارتش وفادار به بشار اسد در حال کشتار هست. نیروهای هوایی ولادیمیر پوتین هم به بمباران سنگین گروه‌های مخالف، هر کی دم دستشون هست، ادامه میدن. علی خامنه‌ای هم دوباره دستور لشکرکشی داده و سپاه پاسداران بخشی از نیروهاش رو، یعنی نیروهای وفادار به خودش رو، برای دفاع از بشار اسد به سوریه اعزام کرده. توی پرانتز، دیشب خبرگزاری رویترز به نقل از منابع عراقی و سوریه اعلام کرد که سپاه صدها نفر از شبه نظامیان شیعه عراق که عمدتاً اعضای سپاه بدر و جنبش نجوا هستند رو در 24 ساعت قبلش به عراق فرستاد. خلاصه برخلاف تمام تلاش‌های نیروهای مسلح بشار اسد، ولادیمیر پوتین و علی خامنه‌ای، برخلاف تمام کارهایی که این سه کله پوکس بزرگوار میکنن، هم گروه‌های تروریستی مثل هیئت تحریر شام، هم گروه‌های وابسته به ترکیه مثل جیش الوطنی و هم گروه‌های کرد، همشون با سرعت قابل ملاحظه‌ای به پیشروی خودشون ادامه میدن. که از نگاه استراتژیک معنیش این هستش که بشار اسد و ارتشش پایدار نیست. هر گروهی صرف نظر از اینکه گرایشش چیه، قدرتش چیه، حرفش چیه، خیلی راحت داره پیشروی میکنه و در واقع عوامل ارتش فرار میکنن از دستش. چند روز پیش گزارش کانال 12 اسرائیل میگفت که رؤسای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در گزارشی به نخست وزیر اعلام کردند که تمام زیرساخت‌های ایران در سوریه آسیب دیده و بخش زیادی از اونها توسط شورشیان تصرف شده. بخشی از این زیرساخت‌ها توسط اسرائیل بمباران شده و بخشی توسط مخالفین جمهوری اسلامی، بخشی توسط شهروندان عصبانی. امروز اعلام شد که بشار اسد دستمزدهای نظامیان ارتش سوریه رو 50% افزایش داده. کتائب حزب الله که در واقع جدی‌ترین گروه مؤتلف ایران در عراق در بین 8 شهری محسوب میشه، خیلی‌ها میگن اصلا این عضو خود سپاه پاسداران هست، اعضای سپاه پاسداران هستن. اینم یک کمپینی رو امروز کلید زده که تعداد بیشتری نیرو اعزام کنن به سوریه. حتی بیانیه داده و گفته دولت عراق باید این کارو بکنه. سپاه هم همچنان گفته